سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز میخوام یکی از آشای فوق‌العاده خوشمزه رو خدمتتون آموزش بدم که تو فصل زمستون خیلی خیلی میچسبه، به اسم آش کلمبر. بریم سراغ مواد اولیش. نخود نصف پیمانه، لوبیا چیتی نصف پیمانه، بلغور قندون نصف پیمانه، برنج نیمدون نصف پیمانه، پیاز متوسط 3 عدد، هویج 2 عدد، کلمبرگ 1 عدد کوچک یا نصف یک کلمبرگ بزرگ، سبزی آش کلاً نیم کیلو، آب قلم 1 لیوان، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار لازم. خب برای تهیه این آش فوق‌العاده خوشمزه ابتدای کار پیازهامون رو به صورت خلالی خورد میکنیم. سعی کنید که همه پیازها به یک اندازه باشن که موقع سرخ کردن همشون به یک میزان سرخ بشن و به خوبی طلایی بشن. خب تا پیازهامون به طور کامل سرخ بشن من یه توضیحی راجع به سبزی و حبوبات این آشمون بهتون بدم. دوستان نخود و لوبیا چیتی که برای این آش داشتیم نصف پیمانه بود و میذاریم از شب قبل خیس بخوره و همراه با زردچوبه و همینطور برگ بو و پیاز گذاشتم که پخته و این سبزی آش تره جعفری گشنیز و اسفناج و کمی هم ترخون داریم که شستم و آبکشش کردم. خب حالا ابتدای کار برای پختن این آش من داخل قابلمه که قراره آشم رو بار بذارم بلغور گندم رو اضافه میکنم و به همراهش 2 لیوان آب به قابلمم اضافه میکنم و همچنین برنج نیمدونم رو اضافه میکنم تا به خوبی پخته بشن و لعاب بندازن و بسیار خوشمزه تر بکنن این آشمونو. خب حالا درب قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم به خوبی پخته بشه و هر از گاهی چک میکنیم. ببینید ما پیازمون داره دیگه کم کم سرخ میشه. من شعله گاز رو تقریبا بالا بردم که سریعتر این پیازمون سرخ بشه. خب حالا میریم سراغ سبزیجات این آشمون. هویج داشتیم 2 عدد، نگینی خوردش میکنیم، همین اندازه خیلی هم عالیه برای این آش. و بعد میریم سراغ کلمبرگمون. ما کلمبرگ رو سعی میکنیم تقریبا سایز متوسط خورد کنیم که اگه زیاد بزرگ باشه جالب نمیشه داخل آش و اگه خیلی کوچیک باشه تقریبا حل میشه و اصلا داخل آش دیده نمیشه. همین اندازه خیلی مناسب. خب حالا کفی رو که روی قابلممون جمع شده به خاطر لعاب انداختن تدریجی برنج و در واقع بلغور گندم جمعش میکنیم. اینو چندین مرتبه باید جمعش بکنیم که روی کیفیت آشمون خیلی تاثیر داره. خب بعد اینکه کف رو جمع کردم من بهش 1 لیوان آب قلم اضافه میکنم. آب قلم خیلی خوشمزه میکنه آشمون رو و بعد هویج اضافه میکنم. هویج رو توی این مرحله اضافه میکنیم چون هویج نسبت به بقیه سبزیجات یه مقدار دیرپزتره. همین ابتدای کار اضافه میکنیم و اجازه میدیم به خوبی بپزه و در واقع آشمون رو بسیار خوشمزه کنه. بعد اینکه هویج پخته شد تقریبا نیم پز شد من کلم رو اضافه میکنم. خب کلم هم نسبت به بقیه سبزیجات یک مقداری دیرپزتره، بنابراین خب کلم رو اضافه میکنیم توی این مرحله، همش میزنیم و اجازه میدیم که کلممونم به خوبی پخته بشه. شما آبش رو باید تنظیم بکنید. الان من آب جوش بهش اضافه میکنم و اجازه میدم که کلم هم به اندازه کافی داخل این آش پخته بشن. دوستان یه نکتم راجع به آب قلم بگم. سعی کنید از آب قلم توی آش‌ها استفاده بکنید چون باعث خوش‌طعم شدنش میشه. اگه نداشتید یه موقعی میتونید از پیاز داغ فراوون استفاده بکنید. من توی این مرحله که کلمم پخت بهش پیاز داغ اضافه میکنم. همون پیازهایی که سرخ کرده بودم نصفش رو توی این مرحله اضافه میکنم. پیاز داغ طعم آش رو فوق‌العاده خوشمزه میکنه و بعد ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. زردچوبه و فلفل سیاه
و همینطور نمک بهش اضافه میکنم. بستگی به ذائقه خودتون میتونید اندازه فلفل و نمک رو تنظیم بکنید. بین ادویه‌ها زردچوبه بیشترین تاثیر رو توی طعم و مزه این آش داره. پس سعی کنید که زردچوبه رو حتما فک و فراوون استفاده بکنید، ولی میتونید فلفل سیاه رو حذفش بکنید. خب بعد اینکه این ادویه‌ها رو اضافه کردیم، سبزی آش رو اضافه میکنیم. سبزی آش حدودا نیم کیلو داشتیم. 2 قاشق غذاخوری هم من طرخون استفاده میکنم علاوه بر سبزی آش که در واقع تره جعفری، گشنیز و اسفناج هستش. طرخون طعم فوق‌العاده عالی به این آش میده، ولی خب اگه نداشتید میتونید همون سبزی آش رو اضافه بکنید. خب حالا باز من آب اضافه میکنم و سطح آب آشم رو تنظیم میکنم. حدود 2 لیوان آب بهش اضافه میکنم و اجازه میدم که سبزیام هم همراه با این آش پخته بشه. ما چون حبوبات نخود و لوبیا رو از قبل پختیم، پس در مرحله آخر بهش اضافه میکنیم. دوستای عزیزم، همونطور که توی تصویر ملاحظه میکنید آشمون دیگه داره کم کم آماده میشه. به خوبی لعاب انداخته و به خاطر وجود بلغور گندم و برنج نیمدون این آشمون بسیار خوش لعاب هستش. تو این مرحله ما لوبیا و نخودمون رو بهش اضافه میکنیم. چون اینها از قبل پخته بودن نیاز نبود که در مرحله اول بهش اضافه بشه. به خوبی پخته بودن. من همراه با زردچوبه و پیاز و برگ بو حبوبات هم رو جدا پخته بودم و حالا توی این مرحله بهش اضافه کردم. خب حالا دیگه آشمون تقریبا آماده است. من میرم که داخل ظرف سروم رو سروش کنم و آش فوق‌العاده خوشمزه‌مون آماده است. بسیار خوشاب و رنگ شده. من اونو با پیاز داغ، نعنا داغ و کشک تزیینش کردم. دوستای عزیزم شما میتونستید کشک رو داخل آش هم استفاده بکنید، ولی من کشک رو ترجیحاً داخلش استفاده نکردم. دوستای عزیزم این آش یکی از آشای فوق‌العاده خوشمزه هستش. پیشنهاد میکنم روزهای زمستونی تهیهش کنید و کنار خانواده‌تون ازش لذت ببرید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.